وسپا سوار و مکانیکای عزیز، پیرو استوری قبل من یه مطلبی رو عرض کنم بابت جا زدن این فنر، چون بعضن دیده شده که دو نفری میفتن روی یه دونه هندل که بخوام این فنرش رو جا بزنن. گفتم یه توضیح بدم، خیلی ساده است. ما که تا حالا این کار رو انجام نداده بودیم، یه نکته خیلی ساده داره، خیلی راحت میتونی شما اینو جا بزنی. اینو داخل این میندازی، این فنر سر جاش. اینو به جایی که اینجا این دوستمون اومده بود توی دنده اول جا زده بود که کار خودش رو راحت بکنه، ولی باید چیکار کنی؟ توی این یکی خونه بیفته، خونه دوم باید بیفته عزیز دلم، تحت فشار که تحت فشار باشه. دوست عزیز باشه همزمان که اینو یه ذره تو این لبه درگیر کردی، اینجا درگیر کردی، چیکار میکنی؟ اینو میکشی، اینو میکشی این انتهاشو فنر رو برمیداری میندازی میاد پایین. حالا دوست ما هم میخواد کمک کنه. علی آقا مرسی، یه ذره کمتر فشار بده علی آقا. علی آقا کمتر، علی کمتر باید فشار بده که جا بزنم بعدم برش گردونم. آقا سعید فردا یه مکانیکی بزنیم، مکانیکی موتور، نظرته؟ اما اون عزیزایی که دو نفری میفتن روی یه دونه فنر هندل، دوست عزیز برادر ارجمند، این باید تحت فشار باشه. رفیق ورداشی هندل واسه من جا میزنی، هرچی هندل میزنم باید خودم با دستم برش گردونم سر جاش. این گیریسش هم بزن بعد ببند. گیریسش هم میزنی، اینم که قفلش. یه ذرم اسپری خرج میکردی، این متعلقاتشو میشستی، دعات میکردیم. حالا در صورت ما این کارو کردیم دیگه. این سر جاش، اینم هندل. خدا جان اینقدر سخت بود. جا بزن یه فنریتشو ببین. یه وقت نه دیگه، وقت مردمو نگیر، قطعش کن.